عزیز دلم، برای کسایی که تو رو نمیشناسن داستان زندگی چیه؟ چرا بیزینس آنلاین؟ چرا دوست داشتی این کارو شروع کنی عزیز دلم؟ والا من با همسرم با همین بیزینس شروع کردیم. ما هر دو تامون فول تایم جاب داریم، ولی وقتی که این فرصت رو دیدیم میدونستیم که این فرصت طلاییه که باید حتما. چطوری؟ از کجا؟ برای کسایی که سوال دارن مثلا همونه میگن چرا میگی فرصت طلایی؟ چون خیلی‌ها میگن یعنی چی؟ منظورتون چیه؟ واقعا ببینید اگه آدم بخواد آینده نگر باشه باید یه آپشن دومی، یه چانس دومی برای خودش در نظر بگیره. ما الان فول تایم جاب داریم. کار چیه؟ به همه دیتا ساینتیست هستم. دیتا ساینتیست خیلی فوق العاده است. برای شرکت نفتی؟ برای شرکت نفتی. آفرین، ماشاءالله بزنن به تختش میش نزنن. آفرین عزیز دلم، آفرین. خب ولی دنبال درآمد دوم، وقتی دنبال یه درآمد جانبی هستی، وقتی به آینده خودت، فرزندت فکر می‌کنی، می‌بینی خب این انرژی که داری میذاری رو میتونی برای خودت بذاری، میتونی برای بیزنس خودت بذاری و این فرصت شما میده. فلکسیبله، میتونی برای خودتون کار کنی، تایم برای فرزندتون بذارین به جای اینکه از صبح تا ساعت 8 صبح برین تا 9 شب برگردین. کار. یعنی ساعت کارتون رو کم کنید، بیشتر وقت بگذارید با عزیزانتون. میدونید که میتونید این بیزینس رو حتی اگر که خارج از ایران باشید و اقامت خارج از ایران رو داشته باشید رجیستر کنید و بعد برید تو ایران انجام بدید. اینو میدونید؟ بعد بازنشستگیش هم خیلی مهم، مرحله به مرحله داره. مرحله اول به شما $5000 در ماه تا آخر عمرتون میدن. من در عرض 3 سال رسیدم، ولی معمولا آدما بین 3 سال تا 6 سال میرسن. اصلا نمیگم این بیزینس یک شب پولدار شدن بود، ولی من تو کار خودم امکان نداره تا آخر عمرم بتونم پنشن داشته باشم. اینه که واقعا اگر یک دلیل داره که شما بگید من 3 سال دیگه به یه جایی میرسم که برای خودم $5000 و این $5000 آمریکاست، $5000 کانادا یا $5000 استرالیا نیستش، داشته باشم حتما چکش کنید. مرسی عزیزم، مرسی.